از این چیزا سرایت میکنه به تصوف، سرایت کردی چیز. حال صوفیان مثلا مشاهده میکنیم، این منظر که ما چشم خودی رو مشاهده کردیم، والله عزوجل ما شما را، ما را و نسل های ما شما را نگاه کنه. در بر امام در اسلام آباد جای به نام ارس دارن، سال خورس. این صرف یک شمه از خرافات و شرکیات را براتون نقل میکنه. ما به چشمای خود مشاهده کرده میره که قبله به یک سون است، اینا به سوی قبر نماز میخوانن. و شما چی فکر میکنین که در این تعداد خیلی کثیر مردم به آغوشته است. متوجه باشین اینا مشرکین هستن، اینا مشرکین هستن، اینا جهل به ناظر نیست. کسی بگه اینا جاهل هستن، اینا مشرکین هستن. اگر گویا جهل به اینا عذر باشه، باز به هندوان باید جهل باید عذر باشه، به نصاران باید جهل عذر باشه، به یهودان باید جهل باید عذر باشه، به همه که به امریکایی که افغانستان اشغال کردن ما رو، به قبیلان باید جهل عذر باشه. به این خاطر که اینا نه کتاب را شنیدن، نه سنت را گوش کردن، نه به حلقات درس نشستن، نازان به گوشان داده شده. خب اینا باید معذور باید باشه. فقط نمی اشکال داره، مشکل پیشان است. در حالی که اینا در کشورهای زندگی میکنن که در هر جای صدای اسلام است، مردم به خاطر اسلام از زندان‌ها کشانده شدن، مردم به خاطر اسلام کشته شدن، مردم به خاطر اسلام در این جای زندگی میکنن. در تک جای نیستن که جای جنگلات باشه. طوایف از مردم به شکل به این چرا خوشته به شدن که اینا گویا به این هستن که این مردم ببینن. شما که پیشونام برین نام نمیگن که اینا اینی قبر که ما نماز میخوانیم اله است یا آسمان و زمین خلق کرده. ایره هیچ کس نمیگه، نه ایره هیچ کس دعوا کردن که ما زمین و آسمان خلق کردیم. کسی گفتن که زمین و آسمان ما خلق کرد. نه خیلی مشکل در این است که اینا به این هستن که ما چه قسم خود به الله برسانیم، باید توسط از افراد خود به الله برسانیم. از این خاطر یک حادثه را اختلاق کردن و ساختن بین مولانا و بین شمس. حادثه را نقل میکنن که گویا کنم وقت میگه شمس روان بود و از با آب خود انداخت، گفت یا الله یا الله، در سر آب را میرفت. یک کسی دیگه میره مشاهده کرد، گفت بیاین که ما بگم یا الله یا الله، گفت یا الله، غرق شد. نزدیک بود غرق شد، گفت برای شمس را کرد که تو یا الله تو یا شمس بگو، به خاطر ما خب به الله رسیدیم، تو خو نرسید، تو باید اول بر ما برسی. بگو یا شمس بالا سر آب را. این قصه با صورت میگیره، باز اوه ناز و کرشمی صوفیا را مشاهده میکنیم در مجالس که همگی دلالت به چی میکنن؟ دلالت به شرکی طایفه میکنن. کسی به اعتقاد باشه، اعتقاد بگذار که به اعتقاد نباشه. کسی کار انجام داد مشرک است. از این خاطر ما همیشه علما را به این مطالبه میکنیم که مسائل برای مردم بیان کنن. در این مساجد ما نشستیم که بنشینی شرک بوا و صراح و که انتخابات است، این را گذاشتن که به یک چیز دیگه صحبت میکنن. خود بچروشان مشرکان نشستن. اینا را چرا نجات بتن از مردم؟ برای مردم حاصل به می است که باید برای مردم بیان شود، حقایق برای مردم بیان شود. بگذار که تهمت مردم تو را تهمت کنن، بر تهمت در پشت جسمان. حالی مشکل شفاعت زمین پیدا میشه که گویا اینا حتی چی میگن؟ حتی با بعضی که نشسته بعد خواست کتاباشون بخونن، کسایی که می قبر پرست است، اینا به این عقیده هستن که ما وقتی که مثلا در قبر میریم زیارت میکنیم، چون می کسی که قبر که صاحب از این قبر باشه در اینجا که مدفون است، این خود در نعمتهای الله عزوجل دیگه غرق است. از این خاطر که ما باید زمین انوار ما باید مستفید شویم، ما باید غرق از این صاحب از این قبر شویم. وقتی که در قبر اینو غرق شویم، از این خاطر شما مشاهده میکنی در اطراف قبرها به این شکل می باشن. وقتی که بیرون میشن پشت نمیکنن، اما از مسجد کلی که پشت میکنن، از کعبه هم کس پشت میکنن. اینا با این قدری به این شکل بیرون میشن، نمی شکل اینجا را بوسه میکنن، طواف میکنن، خاک از این خورده میشه، بازارها شرک مرتکب میشن، باز میگن ما امت محمدی است. محمد هم شما بیزار صلی الله علیه و سلم، قرآن سنت هم میگه شما بیزار. متوجه باش این اصل به می است که اینا مشرکین هستن. بالا نماز جنازه خوانده میشه، همه مقابر مسلمان دفن شوند، با اینا باید مقاطعه باید صورت بگیره و این بیان شد که شما در شرک هستین و شما خدا چی بتین؟ خدا نجات بتین. به این طوائف از مردم وفات کردن، مردم نمیشه که گذاشته شده. بزرگترین مشکل همی است که اینا گویا به این هستند که همی شخص مدفون که است، این از منزلت برخوردار است که میتونه حالات تغییر بده.